سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. من باربادم هستم و توی این ویدیو اومدیم هم دیگه همونطور که توی تامنیل دیدید میخوام بهتون TNT جامپ یاد بدم بیشترتون میدونید، ولی خب میخوام پیشرفته ترش و یه جور به ثانیه گفتنش و توضیحات دقیقش رو شما یاد بدم که توی گیم ها خیلی استفاده میشه. توی فایربال فایت فایرباله، آره با فایربال میپرید، ولی خب یه جایی وقتی فایربال نهارید با TNT جامپ هم بجایید برید بیس حریف. کلان تو بدوارز، تو پرکتیس، تو همه جا به کار میاد. پس آخر این ویدیو همراه من باشید، لایک و ساب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، حالا اومدیم توی یه جایی که تمرین کنیم و بهتون آموزش بدن TNT جامپ چه روش هایی داره و چه جوریه. توی اینجا ما اول بایستیم خودم بندازم. شما الان توی تیرکس ما هستم، بعد توی تمرینش اینجا وقتی که TNT دستتونه یه چند تا اول قوانینشو بگم که نیفتید. شما نباید وقتی که TNT میذارید اینجا باشید بعد بپرید. میره ولی خیلی کم میره، یعنی تأثیری نداره اونجا. و بچه وقتی که شما TNT رو میذارید باید یه نزدیک 4 ثانیه بشمارید، بعد چیکار کنید؟ من خودم بندازم. اینو میذاریم 4 ثانیه میشماریم، بعد اینجا دیدید من اشتباه شمردم. الان من ازاق بمیرم. اینو میذاریم 1 2 3 4 تمام. یه بار دیگه هم تست کنیم. 1 2 3 4. همینجوری. خیلی چیز ساده ایه، ولی یه قوانینی داره که من توی ادامه ویدیو بهتون میگم. بعضی وقتا شماها میخواید از روی بریج بزنید، مثلا در این حالتی. شما چیکار کنید؟ در این حالتی اینو همینجا میذارید 1 2 3 4. همینطوری میپرید، هیچ فرق نداره، همونه. ولی بعضی وقتا شما میخواید به عقب بپرید. نه چی میگم؟ نباید در موقعیتی نیستید خودتون کج کنید بیاید از این ور بپرید. میخواد به عقب بپرید، TNT رو به عقب میذارید 1 2 3 4 میپرید، میره عقب. میبینید؟ یعنی مثلا بهتون همون جلو پریدنه ولی به سمت عقبش، یعنی برعکسش رو انجام میدیم. اینو مثلا ما بریم رو بریجیم اینجا، ما میخوایم برسیم به اونجا. مثلا ما موقعی که TNT رو میذاریم اول عقبشیم، یه بلاک عقب ترش، یا حالا 2 بلاک، فرق نداره. 1 2 بلاک عقب تر از TNT وای میسیم که TNT ما رو بالا پرت نکنه، یعنی عقب پرت نکنه. اول ما اینجا، یعنی اینجا وای میسیم، بعد که 4 ثانیه شد میریم جلو میپریم. میدونی چی میگم؟ وایسی بهتون دقیق یادش بدم. شما آقا TNT رو میذاری 1 2 3 4، بعد یه دفعه میپری به سمت جلو، یعنی همون عقب نمیمونید. اگه عقب بمونیم چی میشه؟ اگه همه عقب بمونیم پرت میشیم عقب. این برای ما نیاز نیست، به درد موقعی میخوره که ما مثلا میخوایم به سمت عقب بپریم، اینم هست. ولی وقتی که میخوایم به سمت جلو بپریم، مثلا هدفمون اونجاست، یه دقیقه من خودم بندازم. وقتی هدفمون اونجا هست ما بریج رو میکشیم. آقا اینطور چیزی یه دونه TNT جلو میذاریم، عقبش 1 2 بلاک عقبش، یا اینجا یا اینجا وای میسیم. دقیقا موقعی که 1 2 3 4 رو شمردیم، 4مین حرف میپریم، بعد دیگه TNT ما رو پرت میکنن. اینطوری دارم میگم، منظورم اینه. TNT رو میذاریم 1 2 بلاک عقبش، بعدش تموم. الان وایسی تا 4 بشمارم. بیام 1 2 3 4 تموم. ببینید چقدر پرید تازه. یعنی دوباره هم براتون تست کنیم. الان تست گیمش هم براتون میارم که ببینید چقدر کار بردیه. خب چی بود؟ اینو میذاریم 1 2 بلاک عقب‌تر، بعد موقعی که خواست بزنه TNT رو ما میپریم. الان بریم دوباره هم تست کنیم.
بعد برای عقب رفتنش هم الان بهتون میگم. اینو میزنیم 1 2 3 4. تمام. دیدید خیلی ساده بود. یعنی 3 تا بلاک. آقا اصلا تو بریجی هم هستید یکی هم هست، این اشکال نداره، من یه راه حل براش دارم. شما تو بریجی هستید بلاک ندارید هم یکی هست فقط با TNT هست. اینو میگیری میای عقب. بخشید نشد، تست کنید دوباره. شما اینجا مثلا توی یه بریج یکی هستید بلاک هم ندارید، اینو میزنید شیفت میگیرید، اینو میزنید شیفت میگیرید بیارید عقب میشمونید بعد دوباره میپرید. میبینید؟ بس دوباره بهتون بگم. اینو میایید باشید، اینو صاف میای بالا، شیفت رو میگیری میایید عقب تا ته، یه بار میپری، TNT گذاشتی، تموم. به همین سادگی. اگه یکی باشه اینجوره، یه دونه میپریش، اینو میذاری تا عقب میای، بعد موقعی که خواستی TNT بترکه، اینو بس من عدد بهتون میگم. ما اینجاییم دیگه، نه این بالاتر نمیشه رو. خب 1 2 3 4. میبینید چقدر پریدم، چقدر تاثیرگذار بود. شما هم میتونید توی بتوارز یا پرکتیس و هر جا خودتون تمرین کنید. تو همین جایی هم که من رفتم میشه تمرین کرد، شدنش که میشه. ولی خب آره خلاصه الان بایستید من ورتیکم براتون تست کنم. بعد بعضی وقتا شما تو اینطور جایی هست که پشتتون بلاکه، حالا فکر نکنم اینطور پیش بیاد براتون، ولی اینطور میشه باید یه دفعه بپرید. میبینید چی میگم؟ رو به عقب بپرید. آره خلاصه این هم از شد از TNT جامپ. حالا میریم توی پرکتیس براتون تستش کنیم و ببینیم به دردمون میخوره اصلا TNT جامپ یا نه. خب بچه اومدیم تستش رو تو فایربال فایت بگیریم. خب الان اول مچ من یه TNT پشتم گذاشتم، اینطور پرت میشم، دیدید یه TNT گذاشتم پشت سرم که پرت شم اول بازی. الان از اینجا بخوام TNT الان فکر نکنم برسه، ولی خاله تست بزنیم. حالا رسید، دیدید با تایمینگ پریدم رسید. یه فایت هم با این میدیم. خب الان مثلا از اینجا تا اونجا بخوام، من TNT ندارم آقا، رکب همون چیز میریم. فایربال جامپ هم اگه لایک های این ویدیو به 5 تا هم برسه میذارمش. خب پس همون 1 2 3 4 بود. الان واسه من یه بلاکی، تازه اینجا هم کج هست، اینو میذاریم 1 2 3 4. تموم. خیلی ساده است، اصلا هیچ چیزی نداره، تازه یه بلاکی بودیم. 1 2 3 4 به همین سادگی و خیلی هم توی بازی تاثیر داره. حالا دیگه مثل آدم میگم پلی بدم باش. مثلا یه اسما رو ولی خب ای چرا این حرکت رو زدم؟ خب این از TNT جامپ. ممنونم که بچه تا آخر ویدیو نگاه کردید. امیدوارم براتون آموزش خفنی شده باشه، چیزای خوبی یاد گرفته باشید. حتما برید تمرین کنید. TNT جامپ چیزی نیستش که مثلا بیاد یکی دو روزه، حالا امکان داره یکی دو روز یاد بگیرید، چیز ساده ایه، ولی یکم تمرین کنید براتون بهتره، تایمینگش راحت‌تر میاد دستتون. اگه مثلا بیشتر تمرین کنید دیگه نیاز نیست وقتی TNT میذارید 1 2 3 4 اینطوری، همون خودتون میدونید کی TNT میزنه و میپره میتری که دیگه نیازی به شمردن ندارید. پس ممنونم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.